یه چیزی رو برات از اول روشن کنم. زندگی هیچ وقت قرعه آسون بهت نمیده. هیچ وقت. ابن عربی میگه رنج و سختی ها مثل آتیشی هستن که ناخالصی ها رو میسوزونه و روح رو پاک میکنه. یعنی هر دردی که امروز حس میکنی یک معلم نامرئیه که داره تو رو برای خود واقعیت آماده میکنه. تصورش کن یک رودخانه خروشان کنار دست جریان داره. آبش پر از سنگ و گردابه و عبورش سخته، اما وقتی ازش رد میشی پاها و دستهات قوی تر میشن، بدن و ذهنت آماده تر میشه. زندگی هم همینه. رنجاش سنگ و گردابه، اما بعدش تو مثل رودخانه آروم میشی که میتونه همه چیز رو بسازه و جریان بده. بعضی وقتا زندگی از همون جوونی سراغ آدم میاد و میذاره با درد و سختی روبرو بشه. ابن عربی میگه رنج پیش از آرامش مانند آتشی است که ناخالصی ها را میسوزاند و روح را آماده میکند. یعنی اون سختی ها یک دلیل دارن، نه اینکه فقط بی جهت باشن. حالا فکر کن یه جوون پر از امید و رویا یه روز میبینه مشکلات پشت سر هم میاد، خانواده فشار میاره، درس و کار سخت میشه و آدمها نمیفهمنش، قلبش میشکنه. اینا همه مثل امتحانن، نه برای تنبیه، برای روشن کردن و قوی کردن قلب و روحش. ابن عربی میگه رنج و درد مثل آتیشیه که ناخالصی ها و ضعف ها رو میسوزونه. بعضی ها زودتر گرفتار میشن چون قلبشون آماده شده که رشد کنه، آماده شدن برای درک حقیقت و پیدا کردن نور خودشون. پس وقتی میبینی یه جوون گرفتار رنجه، بدون این مسیر گذراست. یه پلیه که میتونه بعدش تو زندگی آدم رو به کسی که واقعا هست برسونه. مهم اینه که صبر کنیم، قلبمون رو رها کنیم و بفهمیم هر سختی یک درس و یک فرصت برای رشد واقعی است. چطور از همین رنج ها قوی تر بشیم و رشد کنیم؟ ابن عربی میگه هر درد و سختی که بر تو وارد می شود فرصتی است برای روشن شدن دل و تقویت روح. یعنی دردها و شکستها نه دشمنن که معلمن. اولین کاری که باید بکنی قبول واقعیت رنجه. نگو چرا من، نگو بی‌عدالتیه، فقط بگو خب این اتفاق افتاد، حالا چی میتونم یاد بگیرم؟ همین لحظه قبول کردن خودش نصف مسیر رشد رو باز میکنه. بعدش تمرین رها کردن و اعتماد کردن. ابن عربی میگه قلب را رها کن و بسپار به حکمت عالم تا خود راهنماییت شود. یعنی وقتی به سختی یه پیش میاد تلاش نکنی همه چیز رو کنترل کنی. بذار دنیا و مسیرش خودش جلو بره، تو فقط پایبند به آرامش و تصمیم درست باش. یه نکته مهم دیگه، تمرین نگاه از بالا. وقتی قلبت میشکنه یا مشکلی پیش میاد یه قدم عقب بایست و بهش از دید روح نگاه کن، مثل این که داری یه فیلم رو تماشا میکنی، نه اینکه توش گیر کرده باشی. این نگاه بهت کمک میکنه بدون عصبانیت یا ناامیدی درس‌ها و فرصت‌ها رو ببینی و در نهایت ثبت رشد و درس‌ها هر روز یک لحظه بنویس یا فکر کن امروز از چه چیزی گذشتم، چی یاد گرفتم. این کار باعث میشه بعد از چند هفته یا ماه ببینی تمام رنج‌ها چطور تو رو قوی‌تر و روشن‌تر کرده. ابن عربی میگه روحی که از رنج‌ها عبور کرده مانند نوری میدرخشد که تاریکی را میشکند. یعنی هر سختی، درد، اشتباه فرصتی برای اینه که تو یک نسخه بهتر از خودت باشی. دوست خوبم، حالا میخوام چند نفر از آدم‌های معروف رو بگم که زندگیشون پر از رنج و سختی بوده ولی با همون دردها رشد کردن، به موفقیت رسیدن. ابن عربی میگه روحایی که از رنج عبور میکنن مثل نوری میدرخشن که تاریکی رو میشکنه. اینا همون نورها هستن. 1. استیو جابز. میدونه استیو جابز رو خیلی وقتا از شرکت خودش اخراج کردن؟ فکرش رو بکن، کسی که اپل رو ساخته بود ناگهان از همه چیز محروم شد، اما اون نرفت خودش رو ببازه. نه رنج شکستش داد، نه توانستن اونو پایین بکشن. اون تونست یاد بگیره،
از این فرصت استفاده کنه و بیشتر تلاش کنه. نلسون ماندلا اینو یکی همه رو میدونه. 27 سال زندان، شکنجه، دوری از خانواده، اما اون به جای نفرت روحش رو رشد داد و وقتی آزاد شد کشورش رو رهبری کرد و صلح آورد. ابن عربی میگه این یعنی وقتی رنج رو با قلب باز قبول میکنی میتونه مسیرت رو روشن کنه. همه این مسائل یه چیز مشترک دارن. هیچ کدوم بدون رنج و سختی به این جایگاه نرسیدن. رنج و درد مثل یک معلم واقعی عمل میکنه، کسی که اگر بهش گوش بدی تو رو به نور و رشد میرسونه. حالا نکته مهم اینه که رنج رو نترس، ندوستش، فقط ازش یاد بگیر و بذار تو رو بسازه. ابن عربی میگه رنج دریچه‌ای به سوی نور درونیه. هرچه بیشتر عبور کنی روشنایی بیشتره. حالا دیدی که آدم‌های معروف هم با رنج‌هاشون موفق شدن. وقتش تو هم یه قدم عملی برداری. ابن عربی میگه هر سختی که با دل باز ازش عبور کنی روح تو رو نورانی میکنه. یعنی فقط نگاه کردن به سختی کافی نیست، باید کار کنی و تمرین داشته باشی. حالا چی کار کنیم؟ 1. نوشتن سختی ها، رنج ها و درس ها. هر روز یا هر هفته حتی 5 دقیقه یه دفترچه بردار و بنویس امروز چه سختیایی داشتی، چه چیزی یاد گرفتی، چه کاری میتونه تو رو قوی تر کنه. این باعث میشه بعد از مدتی ببینی همه اونها تبدیل به تجربه و رشد شدن. 2. رهاسازی ذهنی. وقتی یک مشکل یا شکست پیش میاد مدام توی ذهن تکرار نکن. یک لحظه نفس عمیق بکش و بگو این اتفاق افتاد، حالا چی میتونم یاد بگیرم؟ تمرین ساده‌ایه ولی قدرتمنده. همون چیزی که ابن عربی میگه سپردن دل به حکمت عالم. گزینه 3. مراقبه و تنهایی. هر روز 5 تا 10 دقیقه فقط با خودت باش. چشماتو ببند، نفس عمیق بکش، حسها و افکار خودت رو نگاه کن بدون قضاوت. این کار بهت کمک میکنه درد و رنج رو از زاویه دیگه ببینی و آرامش پیدا کنی. حرکت بعدی، حرکت و فعالیت بدنی. ورزش ساده، پیاده روی یا حتی کشش های کوتاه ذهن و بدن رو آماده میکنه که رنج ها رو بهتر تحمل کنی و انرژی رشد ایجاد بشه. بدن سالم، روح روشن‌تر. تمرین شکرگزاری. هر شب یه چیز کوچیک که امروز داری و ازش خوشحال شدی رو یادداشت کن یا فکر کن. حتی دیدن یه گل، شنیدن صدای پرنده یا خنده یه دوست. این کار باعث میشه حس مثبت تو بیشتر بشه و رنج‌ها سنگین‌تر نشون داده نشن. حالا با همین تمرین‌های ساده هر رنج و سختی تبدیل میشه به معلم شخصی تو، راهنمای تو به سمت رشد و قدرت واقعی. دوست خوبم، یه چیز جالب رو باید بدونی. خیلی وقتا آدم‌هایی هستن که بدون هیچ سختی به یه جای خوب تو زندگی میرسن. امکانات، پول، موقعیت اجتماعی، همه چی توی دستشونه. به نظر میاد خیلی خوش شانسن، نه؟ اما ابن عربی میگه روحی که از رنج عبور نکرده نمیتونه قدرت نور رو بفهمه. یعنی این آدم‌ها خیلی وقتا نمیفهمن چه موهبت بزرگی بهشون داده شده و به راحتی ازش میگذرن یا ازش استفاده درست نمی‌کنن. رنج همین که ما تجربه می‌کنیم و ما ازش درس می‌گیریم یه حس قدر شناسی عمیق بهمون میده. وقتی از دل سختی عبور کردی حتی یه فرصت کوچیک تو زندگی میتونه برات مثل یه گنج ارزشمند باشه. آدم‌های خوششانس بدون رنج ممکنه همون فرصت رو نبینن یا ارزشش رو ندونن، اما تو با عبور از سختی‌ها میفهمی هر قدم چه اهمیت بزرگی داره. پس دوست من، اگر امروز رنج کشیدی نگران نباش و حسرت آدمای خوششانس رو نخور. ابن عربی میگه هر سختی که با دل پاک و صبر عبور شود راه رسیدن به موفقیت رو هموار میکنه. یعنی تو با همین مسیر سختی‌ها یاد میگیری قدردان باشی، رشد کنی و زندگیت رو واقعی تر حس کنی. ابن عربی چند جمله دارد که باید با طلا نوشت و حک کرد. رنج نه دشمن روح نه درد، بلکه معلمی است که دل را پاک و آماده می‌کند. آنکه با صبر و حوصله سختی‌ها را می‌پذیرد، نور درونش می‌درخشد و تاریکی‌ها را می‌شکند. هر سختی که بر تو وارد می‌شود، فرصتی است برای رشد و روشن شدن دل.
صبر بر درد پل عبور روح از تاریکی به سوی نور است. دل صبور رنج رو نه با نفرت، با فهم و آرامش تجربه می کند و از آن قدرت می گیرد. حالا یه نکته مهم رو باید بدونی. آدم ها وقتی برای اولین بار با یک سختی مواجه میشن، یه چیز جالب برایشون اتفاق میفته. وقتی سختی میکشن تا چیزی رو به دست بیارن، قدرش رو بیشتر میفهمن، چون طعم انتظار، صبر و مبارزه رو چشیدن و این باعث میشه ارزش واقعی اون چیز براشون روشن باشه. مثلا تو زندگی روزمره نگاه کن به عشق و ازدواج. یه جوون، یه پسر که عاشق یه دختره اما راحت جواب بله رو نگرفته، بلکه باید تلاش کنه، دلش شکسته، با مخالفت ها روبرو شده، حتی شاید یه مدت ناامید شده. وقتی بالاخره اون دختر رو به دست میاره، نگاهش پر از احترام و قدردانیه. میبینی اون به جای اینکه همه چی رو به یه هدیه رایگان ببینه، قدر عشق و رابطه رو میدونه و هر لحظه با دل و جون ازش مراقبت میکنه. حالا برعکسش رو تصور کن. پسری که همه چیز راحت نصیبش شده، نه مخالفتی بوده، نه سختی، نه انتظاری، اونقدر براش عادی میشه که حتی نمیفهمه دختر و رابطه چقدر ارزش داره. شاید براش یه بازی باشه، یه فرصت ساده، چون چیزی که راحت به دست میاد ارزش واقعی خودش رو نشون نمیده. ابن عربی هم دقیقاً همین رو میگه با یه زبان عرفانی. هر چیزی که با رنج و صبر به دست بیاد، روح را روشن و دل را قدر شناس میکنن. یعنی وقتی تلاش کردی و از دل سختی ها گذشتی، حتی یه رابطه ساده، یه موفقیت شغلی یا یه تجربه معنوی مثل یه گنج برات میشه. تو زندگی این اصل رو میتونی توی هر چیزی ببینی. کسی که برای شغلش شبها اضافه کار کرده و سختی کشیده، هر حقوق و موفقیتی براش ارزش داره. کسی که برای یه هدف معنوی تمرین و مراقبه کرده و رنج کشیده، هر لحظه آرامش و نور رو بیشتر حس میکنه. حتی در دوستی وقتی رابطه رو با صبر و تلاش حفظ کردی، هر لبخند و اعتماد براش مثل یه گنج میمونه. پس دوست من، وقتی یه چیزی برات مهمه، بدون که رنج کشیدن برای رسیدن بهش نه درد بی‌معنیه، بلکه سرمایه واقعی توست. هر سختی و تلاش روح تو رو آماده میکنه تا وقتی اون چیز رو به دست آوردی، قدرش رو بدونی و ازش لذت ببری. حالا میخوام یه نکته خیلی مهم رو روشن کنیم. سختی کشیدن به این معنی نیست که همیشه باید صبور باشی و چیزی نگویی. ابن عربی میگه اگر درد داری و دلت میسوزه، شکایت کن، اعتراض کن، این حق توست، زیرا هیچ انسانی نمیتواند همیشه در برابر مشکلات سکوت کند. یعنی تو وقتی سختی میکشی، حق داری احساساتت رو نشون بدی، گریه کنی، اعتراض کنی، حتی گاهی بگی چرا این اتفاق افتاد. مسائل روزمره‌اش هم خیلی ساده است. فرض کن تو عاشق یک کسی هستی و برای به دست آوردنش تلاش کردی، اما شرایط سخت میشه، مخالفت هست یا کسی جلوی راهت رو میگیره. ابن عربی میگه اشکالی نداری که بگی چرا باید اینقدر سخت باشه یا حتی دلخور باشی، چون احساسات نشونه واقعی بودن رنج و مسیر رشدته. همونطور که گفتم، حتی در ازدواج کسی که برای عشقش هم مبارزه میکنه گاهی اعتراض میکنه، دلخور میشه، ولی باز هم ادامه میده، چون میدونه ارزشش بالاتره. همین اعتراض ها و شکایت های سالم باعث میشه روح شفاف و روشن بمونه، نه که دردها رو در دلش بمونه و تبدیل به تلخی کنه. ابن عربی میگه سختی مانند آتیشی است که دل را میسوزاند، اما اگر با خرد و آگاهی از آن عبور کنی، نه تنها تو را نمیسوزاند، بلکه تو را موفق‌تر میکند. یعنی شکایت یا اعتراض کردن به معنای ضعف نیست، بلکه نشونه اینه که داری مسیر رشد و عبور از درد واقعی رو تجربه میکنی. یه ورزشکار وقتی مصدوم میشه و تمرینهاش مختل میشه، حق داره غر بزنه و ناراحت بشه، اما همین ناراحتی و اعتراض باعث میشه دوباره با تمرکز و انگیزه بیشتر برگرده. یک دانش آموز وقتی با مشکلات خانواده یا درس روبرو میشه، حق داره از خودش یا شرایطش شکایت کنه، ولی بعد از اون شکایت دوباره مسیر یادگیری و تلاشش رو ادامه میده و رشد واقعی رو پیدا میکنه. حالا رنج رو پنهان نکن، شکایت و اعتراض طبیعی است، اما بعد از اون تمرکزت رو روی عبور و رشد بگذار. اینجوری نه درد تو رو میشکنه و نه روحت را، بلکه به جای تلخی تبدیل به نور و قدرت میشه. حالا که فهمیدی شکایت و اعتراض
یه حق طبیعی است وقتشه بدونی چطور میتونی رنج و درد رو عبور بدی و رشد واقعی داشته باشی بدون اینکه روحت آسیب ببینه. ابن عربی میگه قلب صبور رنج را با فهم و خرد میپذیرد و از آن نور میسازد. یعنی فقط صبر کافی نیست، یه روش عملی لازم داری. 1. شکایت سالم و نوشت داری. یه دفترچه بردار و هر چیزی که اذیتت کرده رو بنویس. حتی اگر خشمگین یا ناراحت هستی بنویس. اسمش رو بذار دفتر شکایت و عبور. وقتی می نویسی از احساساتت خالی میشی، ذهن آرومتر میشه و روح هم سبکتر میشه. 2. صحبت کردن با کسی که میفهمه. گاهی یه دوست صمیمی، مشاوره یا کسی که تجربه داره. فقط گوش دادن کافیه. حرف زدن باعث میشه احساس ناتوانی نکنه و راه حل‌های تازه هم پیدا کنی. ابن عربی میگه گوش دادن به دل گاهی درمان بزرگتر از هر نسخه است. مدیتیشن و تمرکز روی نفس. هر روز حتی 5 دقیقه بنشین، چشماتو ببند، نفس عمیق بکش و فکر نکن به گذشته. فقط نفس کشیدن و حضور در لحظه. این تمرین باعث میشه وقتی دوباره با درد روبرو شدی قدرت عبور و مقاومتت بیشتر باشه. 4. تقسیم رنج به قدم‌های کوچک. مثلا یه مشکلی داری که بزرگ به نظر میرسه. این رو به قدم‌های کوچک تقسیم کن و یکی یکی حلش کن. ابن عربی میگه هر رنجی که خرد شود سبکتر و قابل عبور میشود. یعنی وقتی یک باره به کل مشکل نگاه میکنی ترسناک به نظر میاد، ولی وقتی مرحله به مرحله جلو بری توان عبور پیدا میکنی. 5. شکرگزاری بعد از عبور. هر قدمی که موفق شدی برداری، حتی کوچکترینش، از خودت تشکر کن، شکرگزاری کن. همین کار ساده باعث میشه روح تو نورانی بمونه و انگیزه پیدا کنی برای مراحل بعدی. حالا ابن عربی به ما یاد میده رنج و درد فقط آزمون نیست، راه روشن شدن دل و رشد روحیه. وقتی شکایت میکنی و احساساتت رو آزاد میکنی، بعدش دوباره با آرامش ادامه میدی، به جای اینکه شکست بخوری قوی‌تر و روشن‌تر میشی. حالا تا اینجای داستان و تمرین ها با من بودی. یه چیز خیلی مهم رو فراموش نکن. رنج ها و سختی های زندگی دشمن تو نیستن، بلکه معلم و راهنمای تو هستن. پس همین الان به خودت قول بده که وقتی با سختی روبرو شدی نه فرار کنی نه بی تفاوت میشی. شکایت سالم و اعتراض طبیعی است، ولی بعدش تمرکزت رو بذار روی عبور، یادگیری و رشد. هر رنجی که عبور کنی به تو تجربه و قدر شناسی میده که هیچ چیز دیگه ای نمیتونه جایگزینش باشه. حالا یک نصیحت صمیمی برات دارم. به خودت ایمان داشته باش، به مسیرت اعتماد کن و بدون که هیچ رنجی بی حاصل نیست. هر قدم کوچیکت مهمه، هر تلاش کوچیکت تو رو روشن‌تر و قوی‌تر میکنه. اگر این ویدیو برات مفید بود و حس کردی انرژی گرفتی، حتما لایک کن و سابسکرایب کن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. و یک کار خیلی مهم، زیر این ویدیو برام بنویس که تو چه سختی یا رنجی رو تونستی ازش عبور کنی یا دوست داری ازش عبور کنی. کامنت ها خوندنیه و شاید داستان تو الهام بخش بقیه هم بشه. دوست من، یادت باشه رنج ها فرصتی هستن برای نورانی شدن دل و رشد روح، به شرط اینکه خودت بخوای ازشون عبور کنی و بسپاریشون به خدا و زندگیت رو با نور و قدرت ادامه بدی. ممنون که تا اینجا بودین و به این ویدیو گوش دادین. تا یک ویدیوی جذاب دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. دوستتون دارم. خدا نگهدارتون.